حقهای غیر مالی از جمله عدالت کردن در حق زن، عدالت کردن و ظلم نکردن و او را احترام و اکرام کردن، احترام و اکرام کردن. متاسفانه امروز بسیاری از مردهایی هستند که زن تحقیر میکنند، خاصتا در نزد فرزندا. فرزند در خانه در پیش فرزند دخترش و بچهش نشسته، در پیش چشم اونها فرزند همسر خودشون تحقیر میکنن. وقتی که مادری فرزندا در نزد فرزندا نامی او را همچون یک سگ خطاب کردی، نعوذ بالله. حتی در یک جنجال مرا دعوت کردم، رفتم جنجال فامیلی بود، همون مادر میگه که امی شوهر در پیش همین دختری ما که دخترم کلان شده به شوهر رسیده، این بچه هم مکتب تمام کرده ولی پانتون میخونه، یعنی دانشگاه میخونه، در پیش همینا همی شوهرم مرا مادر ما داو میزنه، دشنام میکنه، پدر ما دشنام میکنه یعنی داو میزنه، مرا سگ گفته خطاب میکنه، مرا بدبخت گفته خطاب میکنه. حالی بگو که ما همچو همسر بالای همی حق دارم یا ندارم؟ ببینید برادران عزیز، در یک روایت دیگر آمده است که این روایت صحیح است. همین حدیث هم میگم ان شاء الله بعد دعا میکنیم. نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه کردن. این روایت حدیث امام احمد ابن حنبل است. گفتن یک نفر زن، البته این مقصد است تنها زن نیست، مرد زن، گفتن بسیار نماز میخونه، بسیار روزه میگیره و بسیار صدقه میکنه، اما همسایه های خودش آزار میده. همسایه هاش پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن هی فی النار، گفتن او در دوزخ است، او در آتش است، او اهل دوزخ است. یعنی نه نمازش، نه روزش، نه صدقش او را کمک نمیکنه وقتی که دیگران را آزار میده. و گفتن یک نفر دیگر هست که نماز میخونه اما زیاد نه، روزه میگیره اما زیاد نه، صدقه میکنه بسیار کم، یه مقدار شیر خشک شیده را یعنی شیر قاقه صدقه میکنه، اما همسایه را آزار نمیده، دیگران از دست و زبان او در امن هستند، آزار نمیده. پیامبر گفتن او در جنت است، او در جنت است. وقتی که یک نفر همسایه را آزار بده، نماز و روزش و صدقش او را کمک نکنه، وقتی که پدر همسر خودش یعنی شوهر همسر خودش آزار میده، مگر نماز او، روزه او، حج او، قرآن خوانی او، ذکر او را کمک میکنه؟ از کجا کمک میکنه؟ نظر به همین حدیث علما میگن که هر کسی که همسر خودش آزار میده، هر کسی که همسر خودش آزار میده، او را توهین تحقیر میکنه، او اهل دوزخ است، او را هیچ چیز کمکش نمیکنه، او را هیچ چیز کمکش نمیکنه. به همین خاطر برادر عزیز وقتی که تو زن میگیری نسبت زنت عدالت کن، او را اکرام کن، او را احترام کن. و این گپ تنها به مربوط داماد نیست، هر کدام من و شما که در مجلس نشستیم باید این چیزا رعایت کنیم. الله در قرآن میگه و عاشرهن بالمعروف، میگه با همسراتون زندگی شایسته بکنید، با همسراتون زندگی شایسته بکنید. خوب، حتی مادرمون عایشه زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصه میکنه، میگه وقتی مادرمون عایشه را میپرسند که پیامبر در خانه چگونه بود، مادرمون عایشه میگه پیامبر در خانه در کارهای خانه مرا کمک میکرد. پیغمبر در کاری خانه میگه مرا کمک میکرد، اما وقتی نماز که میشد مسجد میرفت، وقتی نماز که میشد میرفت طرف مسجد. پیامبر صلی الله علیه و سلم ببینید بعضیا میگن که ما استرس داریم، اعصابمون خراب است. مشکلاتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیات خود داشتن هیچ کدامی من و شما نداریم. پیامبر از خوردی یتیم کلان شدن، پدر مادر از دست دادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مبعوثی به پیغمبری شدن، مشرکان مکه را آزار میدادن، بسیار آزارش میدادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مدینه رفتن، در مدینه منافقان مدینه او را آزار میدادن، یهودی هایی که در اطراف مدینه بودن او را تهدیدش میکنن و آزارش میدادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم ابرقدرت ترین پادشاه های اون زمان تهدید میکردن، پادشاه فارس، پادشاه روم، همین اروپا امروزه تهدیدش میکردن. پیامبر مسئولیت داشتن که ابلاغ رسالت بکنن، یعنی آن چیزی که از جانب الله بر او مسئولیت بدوش گرفتن به مردم برسانند، جامعه را اصلاح بکنن. پیامبر در حیات خود 6 فرزند از دست دادن، 6 فرزند از دست دادن، در قبر گذاشتن. با همه این زحمت، با همه این مشکلات، با همه این مسئولیت، با همه این سختی ها، هیچ وقت در خانه با همسرای خودشان یعنی برخورد زشت نمیکردن، زشت نمیکردن.
یعنی من و شما هر مشکلاتی که داریم، اگر در تجارتمون پیشروی نیست، با کسی دیگه در جنجال هستیم، استرس داریم، درس داریم یا هر مشکلات، وقتی که در نزد خانه میاییم مشکلات باید بیرون از خانه مونیم، بعد داخل خانه باشیم. ولی بعضی ها وقتی عصبشون با یک نفر جنجال میکنه بیرون از خانه، میایه قهرش از سر همسرش میشکنه. تو میگه چیا؟ برو میگه از پیشم اعصابم خراب است، برو که نمیخوام گپ زدن. این نادرست است، این نادرست است. و همین خاطر برادران عزیز این مسئله را باید جدی اهمیت بدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق من و شما را نصیحت کردن، گفتن شما با همسراتون، گفتن سپارش میتونم شما را که زندگی خوب داشته باشین.